Ya dilmega buru buru de dilmega naru ezanak jon خونورا رفتی حالی به فکرم نرفتی دارا 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 دان 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 یه پاچر شکستی زنک آخه آدم یک زنک مهربان میشه یک دستاش خیلی ملایم یک خیلی راحت کنه همه مردک همین میجیقه میگوزه که پنج شاخه کده آخه صدقش هم زنک شد یک زنک مهربان میشه آدم روزی در روز کاری من پاچاجیقیه همین پاچای دل نشکست که من خلاص شوم پای کی؟ پای ما؟ یا زنه که بیعقل پاچه ما بشکنه تو گشنگی ده میبری پای کی پای بشکنه فلان بیمدان این خیلی گم نزن هی بس که مردک من به همینم که قطعه گشنگی ده مردگیم گشنگی ده مردگی؟ توبه گشنگی ده مردگی بده اوخه یکان چی بو که بیار بخیرم اوخی بخیرم گشنگی توبه گوش کده زنه تو چی ایم منولی؟ چی ایم منولی؟ در همه قصه چند سال شد زندگی مانا؟ 24 سال شد زندگی مانا مردک اینا دیدی 24 سال شد من قطعه زندگی دارم طاقت کردم باید ما یک مدال یا عنوان ایتیان مودا که ما قطعه طاقت کردم اوخی با اگه ما نوید میکنه ما نوید میکنه ایت شکر که من قطعه زندگی دارم فهمیدی؟ آخی مردک 24 سال شد زندگی مانا تا اقلا یک بار دوشنبه تماشا نبردی مرا چه نبردم؟ بگه تماشا نبردی این نوشکری بنده کی نبردم تا تماشا؟ و یا 3 سال پیش ای بالای چولوی انگور غلطیدی زمین دزدی و گردنش شکست یعنی ما بردیم کو همزوری کدی بار کدیم یک تنگی نه گرفته بردیم تا کو خراب بالا او وقت گردنم کجلا بود خوشنو ندیدم که گردن تو راست میشه که به خیلی در پیش تنگیش نوران تو بینی گردن تو دیده بود ندیدم من خوش نداشتم مزم نبود وای اکر ناز کده استای با مرا که چیکار میکنی بودی گشنگی ده مردم گفتی کنم مرا گوش که مردک ترا گوش کنم این هر دی گوشی لخم در اختیارت که بگو چیز میگی اون بچه تا نصیحت کنی نمیشوه چو کده بچه ما در قچاقش ده عروس تا سهر میگرده یه؟ تا یک جا میدونی؟ آخه صورتشو در تلفنش دیدم اولی بچه ها یک جای؟ در پیش آینه خچه فسان کدسه اولی با جای رفتنیه کنی فهیراتش که؟ اسفندیو نخوش شوی درست کرده تیان نصیحت نکنی اسفندیو الله بچه جان بیا اتاق فیرو داره اتاق فیرو؟ السلام علیکم اوتا جان سلام علیکم السلام علیکم اوتا جان اوتا جان یکو خدمت استه یکو خدمت نباشه من کار دارم من رفتم در کوره هی مردک بو پیش دختر رفته استه یگو نصیحتش نمیکنی پیشی دختر رفتی سای؟ اوه غیگ! مرام قطید نمیبری السلام علیکم سلام علیکم اکه سعدین عزیز رحمت شما نازه سراسیمه یکی جو رفته سیاکا او یک کس بلیتگیری رفتم وقتی بچه رسیا میرم ای درمی افتوی گرم کچکو کنیم زندگیه ای برادر روز همی کارش مرا من در همیشه حل میکنم اکا نه خیلی اکا اینه با همی اویا کسی شهنوزه در اومده در واتساپ نویسه اکا کارش مرا حل میکنه اکا و با مرا بر وقت بگی چو میکنم تمامی نمودی بلیط ها ارزان شما هم دوستان عزیز از خانه نبر اومده با واتساپ انمی شهنوزه نویسته به شما بلیط های ارزان دسترس مینماید راهی سفید بیو اینجا سعدی جون بیو اگه بختت بلندی کدای امروز اگه تویت بود انا که گوش کمارا جورا انا میدروی پیش عروس فهمیدی پیشی همین زن میدروی اگه جورا کدیش بخوش رو ترشینوز میزنی صحبتوی خونه گام میزنی اینم خونه بختی تای مرحمت بدرو من یک خطا یا روز کوخی یا بیا چی روز میکنی مود دای بله بدرم ما یکون برو همون عروس شوانده بدی دیگه نستم تو اوج عروس شواندت نیستی تو اوج ایرا دو دیانتا گیرفتی تو خونه بختی ولی تو باید پاستا کبسا باید بدروی کدیش صحبت کنی تمام زندگی را پیش ببری تمام ما میترسم اخی تو شما ندارن من نمیدرم من نگاه اما چی دا بدریم اخی شهتی آخی خدی من امرم بسن و زنه تا گرفتی امرم بسن کپا
بیسان اکا یه بار میدونیم کدیش میدونیم شینوز میشه با مخمون میبریم میشه. با صحبتات دامو میدی فهمو؟ او مسی بودرو پیش پیشم ای خدا بدرو یکان ای تو بدرو یکان یه بودرو بلکه شرمنده کدی همارا او چی نمیکنی آدمو روز بی بچه برار پوپشیاتا شرمندم و کدی نه از که اون تونی که خلیق میخرون برام بگم تمام که ما میریم برا کدی یانگام شینوز شا که کدی شینوز نبوده یا اول ای نه ایجا نرسمو ما چی بگم شوخ بست در پیش ما برا نازی سوزی که سلام علیک تمام خی برا که تمام اینجا هر دو توقع باید بسی خونای بختی شما ها که ما میریم تمام نه ایجا نرم ما میترسم های ای خب بسیار گپ میزنن داماد کدامیتون حق دارم نگاه کنم ای بغل کدامش میفورتا نگاه کردم بگی